جزء اول ایمان لا اله الا الله گفتن است. ابو جمره می گوید من سخنان ابن عباس را به مردم می رساندم و ترجمه می کردم که زن نزد او آمد و از وی در مورد نبیذ یعنی شراب خرما و انگور و مانند اینها سبوی سفالین ظرف است شبیه کوزه پرسید. ابن عباس رضی الله عنه گفت هنگامی که هیئت اعزامی عبدالقیس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شما از کدام گروه یا کدام قوم هستید؟ گفتند ما از طایفه ربیعه هستیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به این هیئت یا قوم خیر مقدم می گویم، امیدوارم ضرر و زیان متوجه شما نگردد و پشیمان نشوید. آنان گفتند ما از سفر طولانی می آییم و همان گونه که اطلاع دارید میان ما و شما این قبیله کافر مضر قرار دارد، به همین سبب ما فقط در ماه‌های حرام می توانیم نزد شما بیاییم، لذا به ما دستور واضح و روشن بدهید تا به کسانی که همراه ما نیامدند برسانیم و با عمل کردن به آن وارد بهشت شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنان را به 4 چیز دستور داد و از 4 چیز منع فرمود. به آنان دستور داد تا به الله یکتا ایمان بیاورند و فرمود آیا می دانید ایمان به الله یکتا یعنی چی؟ گفتند الله و رسولش بهتر می داند. فرمود یعنی گواهی دادن به این که هیچ معبود حق بجز الله وجود ندارد و محمد فرستاده الله است. همچنین دستور داد تا نماز را برپا دارند، زکات بدهند، ماه رمضان را روزه بگیرند و 1/5 مال غنیمت را پرداخت نمایند و آنها را از استعمال ظرف کدو و ظرف قیراندود شده منع نمود. شعبه می گوید از ظرف تنه خرما نیز منع فرمود. البته در آن زمان از این ظرف ها برای ساختن شراب استفاده می شد. و در پایان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این مطالب را به خاطر بسپارید و به دیگران نیز برسانید. در حدیث ابن معاذ از پدرش علاوه بر اینها چنین آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اشج یعنی همان اشج قبیله عبدالقیس فرمود تو از 2 خصلت برخورداری که الله آنها را دوست دارد، عقل و بردباری. صحیح المسلم باب اول کتاب ایمان.